This is the future of the میندار خود را به مخلصان میرسونم. اومدم ما رو تو قطر دستگیری کردن و اونایی که نتونستن بیاین مثلا تو قطر ما رو دستگیری کنن تو تلویزیون ها تا هم جا تماشا میکردن. دعای اونا بود و هر یکشون دستشون در نکنن. ما باوری داشتیم از خود، ولی مخلصای فوتبال آسیا از تیم تاجیکستان باوری نداشتن که ما از گروه میبرایم، ولی ما هم از گروه برآمدیم، هم از هشت نهایی برآمدیم و ما خیلی شدیم که در جهان فوتبال تاجیک را این گونه در سطح بلند معرفی کردیم. ما میتونستیم به چهارگانه آسیا داخل شویم، اما یکم چی میگن در آمد نبود است، آمد اقبال ورزشی نبود، برای همون در نصیب هم نبوده نشد. اما میتونستیم چیا شانس‌ها بسیار بودن، برای یادم شانس‌های برای گلزنی داشتیم، نتونستیم استفاده بکنیم. بله بازی برابر بود و در یک حالت ریکاشت گل به ما زدن. اقبال ورزشی نکرد، ما حرکت نکردیم. در بازی دیگر بهتر تیار شویم و بهتر نتیجه بگیریم.